اگر شما دلسوز باشید، هم علما دلسوز باشند، هم مسئولان دلسوز باشند، هم معتمدین دلسوز باشند. دلسوز اگر باشیم، دیروز یک جای جلسه بود و یک عزیز یه تعارف کرد و گایا در تعارف بعض مبالغه میکنن. گفت که یک لقبی به بنده داد که من گفتم که می جلسه من جواب این لقب بدم، فراموش کردم و من بسیار خوشحال شد از جلسه دیروز. مجری خیلی آدم خوبی، همه چیز خوب بود، ولی یک کلمه روی یک کلمه گفت که من به اون کلمه خوشم نیامد و گفتم که نه، ما را چنان لقب ندید، ما را اگر شما زیاد دلتون میخواید در حق ما مبالغه بکنید، دلسوز بگید. دلسوزی حق ما، باید دلسوز مردم باشیم، ما خادم مردم باشیم. ما افتخار خادمی هست، افتخار پادشاهی نیست. یکی پادشاهی میخواهد، یکی هم میخواهد عنوانی باشه، امیر فلان، یکی پادشاه فلان. ولی نه، شما خدمتگزاری خوبه که خدمتگزار جامعه، خدمتگزار مردم، خدمت برای مردم. ولی ما افتخار میشه، برای ما شرفه که ما را کسی خدمتگزار مردم بگه و دعا هم بکنه که ما خدمتگزار باشیم، چون که ما خودمون رو خدمتگزار نمیدانیم. ولی آرزوی ما اینه، دلسوز مردم باشیم. آرزوی ما است که دلسوز مردم باشیم و ما هیچ وقت نباید هیچ انتظاراتی داشته باشیم از این، بلکه در جهت رضامندی الله نیت کنیم، در جهت منافع مردم نیت